دل با من اما هنگی شاهدم چشمانه دل با من میرسه همانسی که میخوامه این دنیا مثل شبها نابوشه اما ببین حالی که من دارم جز اینجا دیگه جایی نیست من یه دیوونم مدت خوبی عمرمو گشتم جایی که جا هیچی نمیفهمم هیچی نمیفهمم هیچی نمیفهمم میگفت در ایران طرف تا بچه هست میگن بچه هست این میفهمه نوجوان میشه میگن نوجوان تو رشده نمیفهمه. والا ما یادم بچه بودیم سر سفره غذا همیشه بهترین قسمت غذا رو دادن باباها رو میخوردن و هیچ حق اعتراض نداشت، اما با خودمون میگفتیم یه روز بزرگ میشیم و تلافی میکنیم. حالا که بزرگ شدیم بهترین قسمت غذا میدن بچه ها بخورن، میگیم چرا؟ میگن بچه در حال رشده. و ما رشد نمی‌کردیم، ما علف هرز بودیم. میشه عدالتی من نمیدونم توقع ها تغییر کرد. به پسر خواهرم مدام آداس موجی دادم میگه این میخوام دایی، میگم چرا دایی تو؟ میگه من تیوی دنت میخوام. والا ما بچه بودیم لاستیک میجویدیم. چرا توقع یه چون خودم اگه خودش میفهمه چی میگه مردی که دیوونه کرده میگه من واقعا نیستم. البته تا حدودی که من ترجمه کردم با بدبختی که این چی میگه واقعا چند میلیارد بارم دیده شده و شنیده شده آهنگش. گانگنام استایل من گانگنامی یعنی چی؟ گانگنام یه منطقه بالا شهر تو سئول پایتخت کره جنوبی. مثلا میخواد مخ بزنه میگه من خیلی با کلاسم بالا شهری هم گانگنامی هستم. زنگیری چون نترس از عاشق شدم بیا اون با من. دیدین مثلا مثل تهران میگن الهی زعفرانیه میدونم فرشته شده. باید بعضی از پسرها میخواد مخ بزنه میگه من بچه الهی هم میخواد دعوا کنه میگه من نازل هستم. این همه تناقض آدم بهرنگ ثابتی چی داره به تبدیل بشه؟ اما همین کره جنوبی ها خیلی بالا فهم که شنیدم در کره جنوبی وقتی مردی داره میره سر کارش خانمش دادم اگر بدرقش میکنه میگه عزیزم تو رو خدا مراقب خودت باش، من نگرانتم. شب زود بعد از شام منتظرت میمونم، دوست دارم عاشقتم دوست و اون میره دیگه سر کارش ما نیست. در کشور اسلام نزدیک قطب شماله شنیده بودم ماه رمضان امسال 39 دقیقه فرصت داشتن چیزی بخورن چون طلوعشون تا فرضشون خیلی تا غروبشون خیلی کوتاه. 6 ماه سال تاریکی زمستان شب اون ظلمات تاریکی شب مردی داره میره سر کارش خانومش کولما تا دم در میاد یکون اونجا برخته رو نجا در عصر حجر زنده هی میگه عزیزم من به تو آوستگی عاطفی کنم شب زودتر برگرد. شب دیگه شب برگرد منتظرت میمونم دوست دارم عاشقت. نفذر بوسی نه؟ میره و سه رفت گفتی و اون میبوسته دیگه میره سر کارش بالا نیست. و در ایران وقتی مردی داره میره سر کارش خانمش میگه داری این آشغالا رو مثلا من بزن به خود یه پردش چقدر از کجا چی بگه